دادستانی از دادگاه خواست به خولبش خولبشов حکم ابد داده شود. دانشگاه‌های تاجیکستان نیمه خالی از دانشجو می‌شوند. زنان را در عوض قرض به دبی برده به تنفروشی جلب کردند. تظاهرات زنان در کابل با شعارهای دفاع از آزادی، حقوق تحصیل و کار. به خولبش خولبشов افسر پیشین نیروهای مرزبانی دادستانی از دادگاه عالی تاجیکستان خواسته است که نسبتش حکم ابد در زندان داده شود. همچنین دادستانی به الفت خانی محمدشایوه روزنامه‌نگار و فعال مدنی 25 سال حکم زندان طلب کرده است. به اطلاع رادیو آزادی مرافعه آنها پشت درهای بسته در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی گذشته است. خولبش خولبشов و الفت خانی محمدشایوه را مقامات در رابطه با ناآرامی‌های ماه می در ولایت مختار کوهستان بدخشان ایبدار می‌کنند. نزدیکانش این اتهام را قبول ندارند. جزئیات پرونده آنها معلوم نیست چون مرافعه پشت درهای پوشیده برگزار می‌شود. چند روز پیش روزنامه‌نگار رستم جانی که خبرهای بدخشان را پیگیری می‌کند در تلگرام کانال خود خبر داده بود که گنرال خولبش خولبشov پیشنهاد مقامات به اقرار گناه درباره تشکیل تظاهرات در بدخشان را این بار رد کرده گفته است که بیگناه است و تمام عیب‌های علیهش از جانب دادستانی اعلان شده تهمت میباشند. این هم در حالی است که قبلا گنرال خولبشov در یک گزارش ویدیویی امنیت میگوید طرح تظاهرات پامی را او کشیده است، بس کرده‌اش پشیمان است. قل محمد رو алишер گفتن که پگاه در پیش حکومت بنای حکومت نو جمع بشین میتینگ برگزار میکنیم. من گفتم شما برید و فاروقی و اومدن گفتم من گپ سپر زدم خودشون و گفتن که ما میخوایم مقصد دارم پیش حکومت میتینگ کنیم. تظاهراتی که از سانه 14 تا در شهر نوای روشن سر زدن طبق همون نقشه بود. اما در شبکه‌های اجتماعی کاربران به این نوار واکنش کرده اکثریت گفتند که این اقرار خولبشov در حالت فشار و از پی شکنجه به دست مقامات آمده است. ده‌ها سازمان‌های بین‌المللی او را بیگناه دانسته از مقامات تاجیکستان طلب کردند که فوراً آزاد شود. مدیر مرکز ملی تستی تاجیکستان خبر داد که تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه‌های کشور در سال جاری کم شده است. سبزعلی جعفرزاده مدیر مرکز ملی تستی تاجیکستان گفت که در سال جاری روند ثبت نام داوطلبان ورود به دانشگاه‌های تاجیکستان بیانگری از کم شدن این افراد میباشد. مدیر مرکز ملی تستی تاجیکستان تاکید کرد که در سال 2020 تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه‌های تاجیکستان بیش از 100,000 نفر بود که در سال 2021 این شاخص به کمتر از 91,000 نفر رسید. اما در سال جاری تنها 82,000 نفر برای ورود به دانشگاه‌های تاجیکستان ثبت نام کردند. همچنین تعداد داوطلبان به فن‌های علم‌های دقیق در مقایسه با همین دوره سال قبل 12% کاهش داشته است. علاوه بر این هزارها داوطلبانی که برای سپاریدن امتحانات خود را ثبت نام کردند روز امتحان سپاری حاضر نشدند. به گفته جعفرزاده برای مشخص کردن دلیل کاهش تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه‌های تاجیکستان در 3 سال اخیر باید نظرسنجی انجام شود. اما کارشناسان مشکل نبودن جای کار برای ختم کنندگان و جاری شدن ابلاغ خدمت حربی در دانشگاه‌ها را دلیل کم شدن تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها عنوان می‌کنند. ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت جوانزنی 35 ساله ساکن شهر بوستون غفار و مخلصه خبر داده است که با وعده کار در دبی 4 جوانزن را گمراه کرده و اسارت قرضی گرفته بعداً به تنفروشی مایل نموده است. شخصیت 3 قربانی به دام او افتاده را معین کردند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی زنان قربانی فروش آدمان ساکنان شهرهای خوجند بوستون میباشند و سن و سال آنها از 27 تا 33 ساله را تشکیل می‌دهد. طبق معلومات مقامات انتظامی ساخت این جوان زنها که به شهر دبی رسیدند ظلم و جبر زیادی را از سر گذرانیدند. خانم‌ها گفتند که برای پرداخت قرضشان نزد مخلص غفار و باید با مردهای گوناگون در خارج علاقه جنسی می‌کردند. اونجا رفتیم در آمدیم که فهمیدن که همین ما چی که میگیم همونو میکنید. فهمیدیم که برای تنفروشی ما مجبور کردن که کی نباشه و
پاکستانی، هندوستانی که نباشد قطعا اونا خواب و خیز کده هم خیلی میتونن افتن. کسال شدن گوی دیگه چی با تو کسال نشی؟ ایقا تو کسال نشی. من این جمع درکاست اون جمع درکاست. من این نکن پگه با دروش شو ساعتی وجه 4-5 میخیزی آماده کن خودت مکیاژ کن دوش کن تیار شو. فرقش نه در میکند می نمیکند می کسال نشما باید خسته کار کنید. رپورت فرومدیم یک مارین گفتگی زن ما پیشواز گرفت. بعد خانه بود اونجا بود اونجا میریم که یک 6-7 نفر از دیگه میوتا دخترها بودن ما پرسیدیم اونجا چی گفت که کار میکنتون کار میخواد علاقه جنسی میکنتون در روز شما چند نفر با خدمت رسانی میکردید و چه شما مزاج انتخاب میکردید از 10 تا 15 نفر میومدن و در خانه میدرآمد یک مزاج میگفتن میدرآمد بعد ما همه دخترها 7-8 نفر میدرآمدیم پکاز میگفتن میدرآمدیم بعد آدم ویبر میکرد بعد اون دختری که ویبر کرده دیگه ما خانه میایستاد دیگران میدرآمدن. کارمندان وزارت کارهای داخلی از این کار درک یافته باز یک جوانزن دیگری که میخواست به دبی برود در فرودگاه بازداشت نمودند و او را از سفر به دبی بازداشتند. باید گفت سالهای اخیر تنفروشی زنان تاجیک در کشورهای خارجی زیاد به قید گرفته می شود. کارشناسان این را به نبود جای کار، درآمد در وطن، تامین نبودن شرایط زندگی و عدم برنامه‌های دستگیری زنان از جانب حکومت تاجیکستان ربط می دهند. در حال وزارت کارهای داخلی از بازداشت دلال‌های زنان تنفروش گزارش می‌دهد که در شبکه‌های اجتماعی کاربران خود کارمندان ملیسا را شریک و پشتیبان این کار می‌دانند. شاهدان می‌گویند در هر شعبه وزارت کارهای داخلی چند زن‌های همچون کارمند روی برآ می‌کنند که تنفروش هستند. امروز 15 август با ورود طالبان به کابل رسا 1 سال شد. روز شنبه 13 август حدود 40 زن در نزد بینای وزارت معارف افغانستان جمع آمده تظاهرات برپا کردند. آنها در پیشروی 1 سالگی وارد شدن طالبان به کابل با شعارهای دفاع از آزادی، حقوق تحصیل و کار صدا بلند کردند. رسانه‌ها از پراکنده کردن زنان با به آسمان تیر خالی کردن نظامیان طالبان گزارش دادند. در همین حال سازمان عفو بین الملل از گزارش‌ها درباره استفاده نیروی از حدیاد طالبان برای پراکنده کردن تظاهرات آسایشته زنان اظهار نگرانی کرد. در صفحه توییتری این سازمان گفته می شود که این زنها تنها به طور آسایشته اعتراض کردند و طلب کردند که حقوق آنها رعایت شود. در نوار ویدیویی که در جریان تظاهرات نوار برداری شده است دیده می شود که زنان راهپیمایی می کنند و شعارهای را طلب می کنند که حق کار و شرکت سیاسی در جامعه افغانستان را طلب دارند. Thank you.